من ناجی هستم، مبتکر طرح بازیافت 100% زباله‌های ریجکتی. در این طرح ما یه بخشی رو داریم به نام بخش بازیافت شبکه‌ای. توی این بخش علاقه‌مندان به فعالیت‌های محیط زیستی، دوستداران محیط زیست و فعالان محیط زیست میتونن توی این بخش شرکت کنند و به صورت شبکه‌ای فعالیت خودشون رو انجام بدن. بسیار جذاب و بسیار کارآمد و بسیار پولساز هست این بخش از کل طرح. لازم نیست کسی وارد کل قضایا یا کل طرح بشه. این بخش یکی از بخش‌هاییه که ساده ترین و بی زحمت ترین و پولساز ترین بخش طرح ماست که بسیار هم برای نجات محیط زیست کارآمد هست و یک پشتوانه بسیار قوی برای بخش‌های دیگه طرحمون هست که ما بتونیم طرح رو به صورت کامل در شهرها و استان‌های مختلف کشور اجرایش کنیم و کل معضلات و مشکلاتی که مربوط به زباله‌های ریجکتی هست رو برطرف کنیم. خب توضیحات کامل تر و دقیق ترش رو توی فیلم های دیگه گفتم، یه بخش دیگهش رو الان میگم و در فیلم های بعدی هم باز هم توضیحات دقیق تر میدم. من چند روز پیش که حدوداً 25/12/1403 بود که امروز 27م هست، شروع کردم خودم استارت کار رو زدم و با یکی از پیمانکارها صحبت کردم که بازیافتی هایی که من تحویل میدم بهش این بازیافتی ها رو تحویل بگیره و 50% از مبلغ بازیافتی که من بهش تحویل میدم رو به خودم بده، 50%ش رو بذاره برای پورسانت کسانی که با من دارن توی این بخش کار میکنن. خب به این صورت هست این کار که وقتی یه نفر وارد طرح بازیافت شبکه‌ای میشه، روزانه حدوداً 1 کیلو بازیافت تحویل میده. حالا ما چرا 1 کیلو گذاشتیم؟ چون که همه بتونن این کار رو انجام بدن و سخت نباشه براشون که بخوان را بیافتن بازیافت جور کنن. نه، ما 1 کیلو رو میگیم هر خانواده‌ای تقریبا روزانه 1 کیلو بازیافت رو توی خونه یا توی محل کارش داره. خب این روز 1 کیلو رو که تحویل میدن، 50% از قیمت باری که تحویل دادن رو دریافت میکنن و 50%ش میمونه دست این شخصی که پیمون کار هست و ایشون میاد در 5 لول مختلف 5 تا 10% به خط لیدری اون شخص پورسانت میده. خب اینجوری وقتی که افراد شروع میکنن، اوایل کار درآمد چندانی ندارن، اما در ازاش کار سخت و سنگینی هم انجام ندادن. ولی مهمش اینه که یک عمل بسیار گسترده و کارآمد در جهت نجات محیط زیست. چون ما متاسفانه بعضی از واژه ها رو ما داریم به صورت مکررن تکرار میکنیم و اشتباه هست. حفظ محیط زیست مال زمانی بود که محیط زیست مشکل چندانی نداشت، باید حفظش میکردیم. الان محیط زیست به جایی رسیده که فقط باید نجات بدیم. محیط زیست رو باید نجات داد دیگه، حفظ معنی نداره، باید نجات داد. یه مثال میزنم. فرض کنید شما یه ماشین 0 کیلومتر میخرید. وقتی که این ماشین نو هست، 0 کیلومتر هست، مشکلی نداره، آسیبی ندیده، خرابی پیدا نکرده، باید حفظش کنید که خراب نشه. ولی اگر این ماشین به مرور خراب شد، آسیب هایی دید، تصادف کرد یا مشکلاتی براش پیش اومد، باید اون ماشین رو دیگه تعمیرش کرد، باید نجاتش داد، باید احیایش کرد، باید کاری کرد که این ماشین دوباره راه بیفته. الان محیط زیست ما مثل یه ماشین تصادفی اوراق میمونه که دیگه نمیتونه کار کنه. باید نجاتش داد محیط زیست رو، باید احیایش کرد. پس
ما در صحبت‌های مختلفمون هر جا که داریم نجات محیط زیست رو میگیم. این بخش از طرح ما که طرح بازیافت شبکه‌ای هست به صورت خیلی گسترده انجام میشه و هر کسی در حد خودش فقط روزانه 1 کیلو بازیافت میاره تحویل میده و به صورت گسترده یک تأثیر بسزایی توی محیط زیست گذاشته میشه که زباله ها تا یه حدی وارد بخش بازیافت میشه. ولی بعد از این طرح، وقتی که این طرح گسترش پیدا کرد و افرادی به درآمدهایی رسیدن، اینها میتونن از اون بخش مازاد درآمدهاشون که بیشتر از هزینه های زندگیشون هست و لازمش ندارن اون رو سرمایه گذاری کنن در بخش های دیگه و یه درآمد مازاد هم از اون بخش ها. مثلا ما اگر یه سایتی رو راه اندازی کردیم برای بازیافت زباله های ریجکتی، اینها سرمایه گذاری که میکنن نسبت به اون مقدار سرمایه‌ای که میذارن سهامدار اون سایت یا اون شرکت یا اون کارگاه یا کارخونه میشن و از سود خالص اون شرکت هم درآمدهایی براشون حاصل میشه. فقط میخواستم بگم که من خودم شخصا این کار رو شروع کردم، منتظرم که کسانی که دوست دارن هم فعالیت‌های محیط زیستی انجام بدن و هم درآمدهای خیلی خوب داشته باشن بیان شروع کنن با من همکاری کنن تا همگی دست به دست هم بدیم و این بار سنگین رو بلندش کنیم و نذاریم که درآمدهای کلان این ثروت متاسفانه در حال دفن شدن بره تو جیب مافیا یا اینکه سوزونده بشه یا اینکه دفن بشه و هدر بره. زیاد وقتتون رو نمیگیرم و منتظر اون پست های بعدی من باشید. حتما سابسکرایب کنید که فیلم ها و اطلاعاتی که من در آینده در روزهای آینده بهتون میدم از دست ندین و اولین نفرات باشین که این فیلم ها رو میبینین و متوجه میشین، بتونید راحت‌تر تجزیه تحلیل کنید و تصمیم بگیرید. قرار نیست کسی شغل و کار خودش رو بذارید کنار و وارد این طرح بشه. این طرح اصلا زمانی از کسی نمیگیره. در نهایت اگر بخوایم حساب کنیم ماهیانه نیم ساعت فقط باید زمان بذارن بیان اون بازیافتی هاشون که جمع کردن، روزی 1 کیلوشون رو جمع کردن، ماهیانه بیارن تحویل بدن، یا 10 روزه یا 20 روزه فرقی نداره. در طول ماه حدوداً میشه 30 کیلو، روزی 1 کیلو بیارن تحویل بدن و در این طرح بازیافت شبکه‌ای بتونن پولهای خوبی به دست بیارن. موفق و پیروز باشید.